یک به دو کاراست. اینجا میای یه دو تا ماشین میخوره با پروسه تیپ گازی. اینجا امشب میخوام بریم بندازیم. آماده شویم. چراغا رو خاموش کنیم بریم به حالت حیافردی. قوی‌ان بابا بچه‌ها خیلی قوی‌ان. ببینیم چطوریه داستانش. نورباله‌هایی به چشم میرسه. بریم یه دوری بزنیم دور میزنن. اومدیم یه ولاگ حوصله‌مون سر رفتیم یه کورسی بندازیم. امیدوارم که الان مثل پروسه قبلی بگن معروف صاحبای ماشینا نیان بگن آقا ماشین ما فلان با هم پاکش کن و اینا. دور بزنیم باشون ببینم میان. دور زدن. به گل به به. ما هم بریم پشت سرشون یه گاز ببینیم ماشینشون در چه حد قویه. مثل اون سری رو گاز نباشیم. نه رو بنزینیم. دو سر نشینیم. منبع گاز داریم اونم نیسانی. داداش کو همه تون شده. ما هم اینا با یه یفزان منبع گاز دار آکه پر کپسول گاز نیست. بلای شهر نگاه اون اصلا منتظرن وقتی از دوردورای شبانه شهر صحبت میکنن. شبهای توکیو. شبهای توکیو خب آقا ایکس دیو همه چیز 450 که اومدیم داداش وسیله‌اش چی بودن؟ دورچین داره. یه دورچین یه منیپور یه دریچه گاز یه میل یه دونه هدر. ماشاءالله خوبم رو میره. دوگانه هم هست. مثل ماشین خودمون. منم که با شلوارک اومدم بیرون. داش کاپوتتو بزنم اوکیه؟ فدات بشه مرسی. چهار صفحه بدون مپ بود. خب EF7 دریچه برق منیفور پلاستیکی هدرز نه راست تمام راست هدرز با یه رمیر اکزر داشت مپ هم داره. مپ هم یه داینو هم داره. فدات ماشاءالله این هم ماشاءالله که خوب را میره. پلاکو نمیگیرم تا ماشین خودم بزنم بالا. یکی ایستوره مانی نم یه دستی بزن. اینم که ماشین خودم مصدق حضورتون. یه هدرز یه مکش مپ هم نشده دوگانه. بیا فدات. خب پارس نقره‌ای رین خرچنگی یه معلومه دیگه زیر این موتور چیه. XUM چیت یلیکس 2000 یا 1800 1800 پشتم بگی فابریک هم هستا. فابریک یه لونه مستقل همین 100 یادت داداش پمپش هم نیم سوزه. بنامزم آقا بنام بریم سراغ ماشین. یا محمد حسن این هم نیست ازم آقا زا پاستاتونه دنارید بچه ها.
امشب هم که خواستم یه کوچولو از این شهر نشون کنم و بعد از این جریانات که بچه ها دیگه خدافزی کردن و رفتن و موتورها رو نشون دادن الله که اومدیم دوباره طرف شهر ارواح شده یه فقط خودم رو اینجوریه یه هم میبینی شلوغ میشه یه هم میبینی خلاصه که امشب و دلم نیومد براتون ویدیوشو نگیرم خواستم تقدیم به نگاه زیباتون کنم آقا دمتون گرم خدا نگهدارتون تا شبای بعدی بدرود